جعفر حسینی بنیانگذار انجمن ترک اعتیادی یاس هستیم و از تجربیاتشون خواستیم بهره مند بشیم. اولین سوالمون اینه که یه معرفی از خودشون داشته باشن، از انجمن داشته باشن و بعد موضوع اعتیاد و اینکه ترک مواد آیا درمان اعتیاده یا اینکه اصلا با هم یه متفاوته برامون توضیحاتی بدن. تشکر می‌کنم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که جناب آقای شریعتی مطرح کردن خب بحثی گسترده. چرا؟ چون جامعه ما کلمه ترک رو راحت میپذیره تا درمان. تو بحث اولیه گفتیم انجمن ترک، ما نما ترک نیست، ما انجمن درمانه. تفاوت های این دوتا چیه؟ یه وقت این نظری من دارم میگم آقا بیایید اعتیاد رو ترک کنید. بعد میگم اعتیاد چیه؟ میگم بیماریه. یه بیماریه دیگه. خب تا حالا کی بیماری ترک کرده؟ آیا مبحث ترک به بیماری آیا منطقیه؟ ولی خیلی راحت موقع ترک کن. چیه ترک کنم؟ میگه عادته. اعتیاد درسته جمع عادت هاست، ولی اعتیاد به مصرف مواد مخدر اعتیادی که نیازه، یه سیستمی درگیر خودش کرده و بیمارش کرده، تضعیف شده و به خاطر این تضعیف شخص مجبوره هر روز بره مصرف کنه که بتونه مثل یه آدم عادی حرکت کنه. حالا که این وقت یک بور آقا بیا اینجا خودی این داره درد دیگه میکشه، آقا ترکش کن. مثل یه روز کمپ این ور اون ور مواد مخدر میره کنار. چرا اعتیادش درمان نمیشه؟ چرا برمیگرده دور بیشتر مصرف کنه؟ این دلایلش چیه؟ اگر قرار بود ترک بهبودی باشه و باید بهبودی بده، این 21 روز مواد مصرف نکرده، چرا بهبود پیدا نشده؟ چرا وقتی که میاد ولع بیشتری به مواد مخدر داره؟ این سوالاتی که من خودم میپرسم. چرا واژه ترک و خانواده اینقدر راغب است که این ترک کنه، ولی اسم درمان که میاد نه ولش میره موادش میذاره که خوب میشه. چرا خوب نمیشه؟ شاید سال شخص مواد مصرف نمیکنه اما یه خواب خوش ندارن، یه اخلاق و رفتار خوشی از نمیتونن ببینن، حد تعادلی نداره. درمان میگه آقا سیستمی تضعیف شده باید ترمیم بشه. حالا این فقط جسمی نیست، یه بخشش جسمه، یه بخشش تفکریه که بر این غالبه. تا زمانی که این تفکر بر این غالبه، این شخص موادش هم بره کنار، ناخودآگاه داره مصرف میکنه. میاد مواد مخدر میذاره کنار، دوستا میشه جایگزینش، دوستا رو میذاره کنار، قهوه میشه جایگزینش. یه جایگزینی برای این جایگزینی پیدا میکنه. بابا خودی مصرف مواد مخدر جایگزینی بوده، حالا تو داره یه جایگزینی دیگه برش پیدا میکنی. ترک به خاطر همینه که ما موفقیتی که آنچنانی چرا مواد مخدر رفته کنار، اما درمان اتفاق نیفتاد. شخص زور میزنه مواد مصرف نکنه، به زور جلسه، به زور رفقا، به زور میخواد مواد مصرف نکنه، ولی سیستم این نیازمنده و هر طریقه هست به یه بهانه های پیدا میکنه برگرده مواد مصرف کنه. چرا این وسوسه میشه؟ اصلا این وسوسه سر منشأش کجاست؟ چرا وقت ترک نکرده وسوسه وجود نداره؟ چرا وقت ترک میکنه وسوسه میاد؟ تو درمان میگه آقا وسوسه چیه؟ یا خب مشکل به نام وسوسه نداری. تو اگر داری مواد مصرف کنی نیاز داری. تا زمانی هم که این سیستم نیازمنده تو مصرف میکنی. تو درمان میگه آقا وسوسه نداری. میگه میشه. والا شده. مسئول تنها چیزی که دیگه دغدغه‌مون نیست مواد مخدره. یا مصرف کردن مصرف نکردنش. دیگه دغدغه ما نیست. چرا؟ چون سیستم بی نیاز بهش نداره. وقتی که سیستم نیاز نداشته باشه یعنی سیستم خود کاربر داره، کار خودش انجام میده. برای این رسیدن به درمان یه فرایند لازمه. شخص رفته 20 سال مواد مصرف کرده، تو 21 روز میخواد درمان بشه.
آیا منطقیه؟ سلام. من میگم آقا برای هر کدوم اینا حداقل 1 ماه، برای یک سال حداقل 1 ماه وقت بذاره که بتونه تخریبای اینا جبران کنه. منطقی هستین؟ سلام. آقا سفری که شما آغاز میکنید برای درمانتون، از زمانی که دارو مصرف کنید تا زمانی که قطع شد حداقل 11 ماه 20 روز طول می‌کشه. داشتیم 17 ماه داشتیم، زیر اینا داشتیم 9 ماه هم داشتیم. برای ترک مواد برای تخریبای مواد توی جسم که این ترمیم بشه درمان. تو هر کی مواد کار نداره و مواد رو برید 21 روز دوباره بخوابونید قطع کنه نیت جلو. مواد گرفتن شخص راحت ترین کاره برای این معتاد. تعصبش رو میذاردش با. اما چرا این شخص به رفتارها، به گفتارها، با عادی بودن زندگی برمیگرده؟ رفتار معتادگونه، گفتار معتادگونه، عملکرد معتادگونه، جوانبینیش تغییر نکرد. اصلا نگرش اون نسبت به اون چیزی که بوده تغییر نداشته. فقط نگرشش این بوده که مواد میکشه، دل میکشه. خانواده‌ام دلخوشی اینه که این مواد نمیکشه. حالا چه تخریبایی داره پشت این به خانواده زده میشه و چه تخریبایی تو این شخص داره زده میشه که متوجه شده؟ همه میگن خب روم بده، خب فلان شده، ولی هیچ کی نمیگه یعنی 1 روز نخوابیده، 15 روز است نمیخوابه، این خواب و خوراک نداره. کسی داره میبینه؟ یعنی پنهانه. و شخص هم به خاطری که پاک بمونه حاضره همه این سختی‌ها رو جون دل بخره. بعد اون رفتاری که باید شایستش باشه نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون داره باز با یه بیماری مبارزه میکنه، در صورتی که باید بیماری درمانش کنه و قابل درمان. آقای حسین کسی آید داریم که از لحاظ تامین مالی مشکل نداشته باشه، بتونه راحت موادش رو تهیه کنه، هیچ فشاری به خانوادش نیاد و هیچ کم بودی بر خانوادش نگذره و این مواد مصرف کنه و اشکالی در زندگیش نباشه؟ میگه میشه. تنها اشکالی که دارید اون وقتی که باید برای خانواده بذارید، اون وقت خودش رو آمد خاطر با پول جایگزینی کرده. کم بوده خودش چه کرده؟ داره باز میده. تو زمانی که پول داشته باشی باید باز بدی تا بتونی میگه چقدر وقت میبره این مواد مخدر بالاترین وقت از ما میگیره. بیشترین وقت تهیهش، مصرفش، کجا مصرف کردنش، چجوری مصرف کردنش، اینها از اهمیته. حالا مثلا سر کارم نباشه، اصلا احتیاج و این وقت مثلا 8 ساعت کارش بذاره برای مصرف مواد، بقیه‌اش با خانواده بشه، شدنیه دیدین آخرش درگیریات ذهنی و رفتار و گفتارهاش هست. شخصی که پول داشته باشه منیت داره و این منیت خب برای خانواده قابل درک نیست. این شخص به هیچ عنوان مقصر بودنش رو نمیپذیره. همین که مواد داره مصرف میکنه، این نوع شخصیت تغییر هست. اونی که داره مصرف میکنه قبلش یه چیزی بوده که این آرومش کرده. این تغییر وجود داشته و همینطور ادامه داره تا الان ادامه پیدا کرده. این پول داره اما خب تخریب داره. تو شخصیت این شخص تخریب وجود داشته، تخریبی که با مصرف مواد مخدر با آرامش رسیده. حالا یه مواد مخدر ازش بگیری یه آدم عصبی میشه. خب آیا میتونه با این مواد ادامه زندگی بده و یه فرد عادی باشه؟ عادی نه، ولی میتونه عادی سازی کنه. این دو تاست. یه شخص عادی ساعت 10 شب میخواد، سیستم شب خوابه. یه آدمی که مصرف کنه جخ اولی شبش ساعت 12 شب میشه. ولی وقتی مواد مصرف میکنن آیا به وضعیت عادی نمیرسن یا مواد مصرف کنن تا عادی باشین؟ نمیشن. ببین تو شب مواد مصرف کنی، اگه کم مصرف کنی خواب نداری، زیاد مصرف کنی خواب نداری، جفتش در هر دو حال خوابی شب ازت میگیره. و دیگه چه رفتارهایی دیگه؟ خیلی وقتی که تو خواب ندارفته باشی چقدر رفتار رو تغییر میکنه. یه خوابش سرت درد میکنه، حوصله اینو نداری، با اون حوصله حرف نداری بزنی. این که شما میفهمم، من صحبت شنیدم که میفهمم حرف نسل خراب میکنه.
این به چه صورتیه؟ ما الان در یه حد خواب داریم ببینیم، ولی شما تخریب‌های خانواده از گذشته تا به آینده داریم میگیم. ببین آقا، کوچکترین اثر منفی رو ژن انسان تاثیر گذاره و میتونه دی ان ای تغییر بده. وقتی که یه مصرف مواد مخدر دی ان ای تغییر میده، تا هفت نسل دی ان ای میکشه. یعنی این قربانی میشه فرزندانش ناخدا با قربانی هم؟ ببین دلیل اینو گفته زادون کنن رودون کشن و الان بهش رسیدیم که اونا چی میگفتن. من برای بچه‌ام چی ارث گذاشتم؟ وقتی که پدر میمیره از خودش ارث میذاره. خب ارث معنوی من برای بچه من چی بوده؟ من جو کاشتم. بچه من چی تو زندگیش برداشت میکنه؟ حالا یکی گندم کاشته بودن؟ این وقتی که ریشش جوه فرزند من ارثش چی میشه؟ همین جایی که ما بهش دادم. خب شما اینطور که بفرمان به بچه های اینا هم باید بیا درمان بشن. قطعا زمانی که شخص درمان میشه یه مقطوع نسل اتفاق میفته. یعنی یه جا داره بعضش تغییر میده. اون بعض تفکری که تغییر کنه غالبا خانواده‌ام با این بعض تغییر میکنه. از اینجا درمان آغاز میشه. از اینجا درمان شبیه مثلا مواد میره کنار. وقتی که مواد جهان بینیش باید تغییر کنه، تفکر باید تغییر کنه. بچه ها باید همینطور. خواسته یا نخواسته تاثیرات توی الگو بچه تاثیر میذاره و میتونه اون نسل تغییر بده. یعنی قابل جبران. این خداوند اون انسان آفریده که بتونه تو هر لحظه سرنوشتش تغییر بده. این قدرت در انسان گذاشته. بزرگترین قدرتیه که به من داده قدرت تفکر. میگه ده انسان تو خودت زاده تفکری، تو خودت زاده شدی از تفکر، پس این قدرت تو نهادینه است. این چیزی که من الان دارم میبینم این جبران در شخصیت خودتون از لحاظ اینکه یه زمان تخریب بشید الان خدا رو شکر موجب درمان بسیاری از افراد شدیم. خودش نشان دهنده اینه که افراد میتونن گذشتهشون رو جبران کنن حتی بالاتر از اون تخریبی که بوده. شخصی که خودش درد کشیده باشه درد کشیده رو درک کنه. غالبا حرفایی که به هم دیگه میزنن آدم میفهمه. چرا چون نسبت هم درک متقابل داره. من حالا درمانم شدم، بعد درمانم خیلی راحت میتونستم برم سر زندگی، چون دیگه وسوسه که نداشتم. نهایتا هم این بود که مثلا روزا هم بینیم کار کنم. چرا وایسادم؟ من 16 سال پیش به این نتیجه رسیدم که خودت نبیل رستی، خودت نجات پیدا کردی، دستی که دیگرم میگیر. چرا؟ چون هر کی نیازی نمیتونه با یه مصرف کننده مواد مخدر حرف بزنه. باید کسی باشه در جنس خودش تجربیاتش مثل اون باشه، همه بفهمن. این درک متقابل خیلی مهمه تو درمان. زمانی که با آقا محسن میگه آقا محسن وای نگو پاهم دیشب ضعف میرفت، از حس انگار توش نیست. میگه وای وای هم سوزنی هم میشه. میگه چرا شما این درد کشیدن؟ وقتی که میگه با خود دست محسنم و دست میذارم درد میگیره. یا موقعی که خمارم هر کاری میکنم حالت نمیگیره. تمام تجربه کرده میگم راست میگه. همینه. من عمریت هم ببینم وقتی خمار بودم هر کاری میکردم میکردم حالت نمیگیره. یا دست بهش میداشتم درد میگرفت. اینا باعث شد که من بایستم یا آقا یه نفر اینجا درد موشه من از رو میگرفتم و خاطر همه یه نفر بایستم. حاضر شما یک جایی فهمیدین که بعضی مواقع اعتیاد برای یه شخصی ممکنه خیلی بهتر درمانش باشه. خانواده میگن که اون موقع که معتاد بود آرام‌تر بود، الانه که ترک اعتیاد کرده خیلی شرور شده و اینا. دقیقا ما حرفا تو همه ترکه. چون تو ترک اعتیادی اتفاق میفته، تو درمان نه. تو درمان پله به پله داره این کار میکنه و پله به پله بحث داره. میگه آقا یه پله دارویی کم شد، یه پله آگاهی بهش بده.
و تا این آگاهی اینجا نداره حق داری پله اینو پایین بیاری. پله پله اونو بیار پایین، پله پله اینو ببر بالا که بتونه خانواده رو درک کنه، کنار خانواده بیاد و خانواده بتونه اینو جذب خودش کنه. چون مچه بخمشه نخم مصرف کننده ها مخدر حالا هزاری هم تو خانواده داشته باشن برند و بیان، اما جایگاهی اون جایگاهی که باید داشته باشه نداره، خانواده نمیپذیره. یه دونه من تو رو گفته این زن دیگه من نابود کرده، اینجا بونی من از بین برده، به چه امیدوارم یا بپذیرمش؟ حالا وقتی که آگاهی به این خانواده و خودش میدیم کم 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 دو تا میان کنار هم دیگه قرار میگیرن. پس ترک مواد درمان اعتیاد نیست. ما الان کسایی داریم که خودشون بدون انجمن مواد ترک بکنن، پس این شخصیتش چون دگرگون نشده نتیجه ای نداره، فقط مواد گذاشتی کنار، ادعاهاش هم بیشتر شده و همین معنیت دوره یه روز برای علیهش بلند میشه. چرا؟ چون که نگاهش به جوان تغییر نکرده. چرا من معتاد شدم؟ از پیش فکر کردم چرا این مواد من آروم میکرد؟ اون خواهی مواد رو با چرا درستش نکنم؟ غرورم، تکبرم، منیتم اینا من معتاد کرد. شده کسی روی تفریح فقط روی تفریح درگیر مواد بشه. این ما دو تا بحث داریم، یه بحث کنجکاوی داریم، یه بحث فضولی. بعضی کنجکاوند میرن تو اکتشافات اختراعات انجام میدن. من فضولم، میخوام برم ببینم این چیکار میخواد بکنه، چیکار داره میکنه. میگم شما چرا میخندید؟ مثلا تو یه پارک میشستم میزنم دارم تیتر تارتارا به همه اینو بخندن. من فضولی میکنم اینجا. چرا اینو خوشم و خوش نیستم؟ من خوش نیستم. میرم دو ولی این قضیه ببین. میگم نمی سیگار دارم میتونم. من دفعه برم میگیرم یه پوک میزنم. حالا بد میشه. ولی فردش یه حال خوبی دارم. فردش هم این جمع میشستم منم میرم تو اون جمع میشم. اصلا اینکه بعضی از بچه‌هایی که تو انجمن اومدن ترک کردن اینا میگن افرادی خیلی باهوشن درگیر مواد میشن، این درسته؟ حالا توضیح راحت‌تر بده. میریم کنار دریا تو استخر، خب تو شنو بلد نیستی، من شنو بلدم، کدوم میشه نام کنی؟ اون که شنو بلده، اون که بلد نی؟ اصلا تو آب نمیام، نمیتونه اصلا نزدیک آب بشه. کسایی که هنری دارند و شجاعت یا جسارت این کار دارن میان سراغ مواد میشن. کسایی که به قول من محافظه کارم داره سمت مواد نمیرن. اونایی که معمولاً هم کسایی که تفکرات قوی دارن تو این کار غرق میشن، میاد امتحان کنن ببینن چیه راست و دروغ هست، خودشون آزمایش کنن و تجربه رو میخوان تجربه کنن دیگه. میگه من خودم بفهمم و اینه که بیشتر ضرر بهش میزنه. میشه منیت میگه بخوام بسید من نیستم، بخوام محتاط میشه. من هر وقت بخوام بسیدم کنار تفریحی مصرف تفریحی یکی دوباره هم امتحان میکنه ببینم میتونه مثلا چند شب مثلا نمیکشه یا چند هفته نمیکشه یا دیدی تونستم کاری نداری. ترک اول راحت‌ترین ترک. جالبی جاست همین ترک اوله که شخص راحت مواد میذاره کنار، میگه پس هر وقت خواستم میذارمش کنار. غافل از اون که تو ترک اول سطح انرژی شخص بالاست و هر زمانی که ترک کنه ذخیره انرژی میاد. ما یه ذخیره انرژی در اون سلولی داریم که از مادر نهاده نشده تو ما و زمانی که ما مواد مصرف میکنیم بعدم به خاطر که بتونه اون کم بوده رو جبران کنه مجبور است از ذخیره انرژی استفاده کنه و اون حالت سرخوشیه و نمیدونم شادابیه و اینکه رو ابر تا ما داریم راه میریم به خاطر پر بودن سطح انرژی. خب تو ترک اول سطح انرژی بالاست، خیلی راحت تر جواب بده، خیلی راحت مواد جواب بده میزنه کنار. دفعه بعدش سخت میشه، دفعه بعدش این قضیه که از وحشت کنه دیگه ترک بیاره براش، چون بعدن درد و دیگه سطح انرژی ذخیره انرژی پایینه. حالا تفریحی تو چه تفریحی چه تکلیفی فرق نمیکنه که وقتی که تو مواد مصرف کنی معتاد میشی. کی به نیت مصرف کردن مواد مخدر معتاد شد؟
تمام افراد میگن نه بابا ما می‌خواستیم دور همیشه رو دوست داشتیم تفریحی تفریحی. ما کلمه تفریحیت روی این مواد ور داریم. ببین تفریحی یعنی چه؟ تفریح باید یه حال خوشی به من بده. ما وقتی که دارم عاقبت این کارو میبینم اسم تفریح باید روش بزنم. مشروب میخوریم، تفریحی مشروب میخوریم. پس چرا دائم الخمر وجود داره؟ اون بلد نبوده. چرا؟ اونم میرم گفت من بلدمش به این زندگی رو نزدش. کم کم ببینه همون دائم الخمر داره من باید مصرف بکنه دیگه. خودی الکل جواب بوی بدن این نیست. بگه این تفریحی نرد مصرف کنه. این کلمه تفریحی باید از تو جامعه ما ضعف بشه. ما باید بدون نامزدی داریم ایجاد بکنیم. ما رفتیم با مواد مخدر نامزد شدیم و تنها نامزدیه که به هم نمیخوره. شاید بین دو تا نامزد مثلا پسر و دختر به هم بخوره، به هم نرسن، ولی نامزدی اعتیاد شاید 20 سال طول کشیده و این شخص بعد نامزدی به تکلیفی رسیده. یا اصلا این چیزی که در آفرینش هست و این اعتیاد هست، این مواد هست، آیا به نظر شما از لحاظ آفرینش و عدالت الهی در جایگاه خودش یعنی باعث اعتیاد ایجاد می شده؟ حقیقتا یه سری افراد مثلا شروری، یه سری از افرادی به هر حال کسایی بودن که جامعه رو منکس مختل کنن، بایستی این مواد می بوده تا اینا رو گوشه گیر و گوشه نشینشون کنن. آیا حقیقتا این تفکر درسته؟ میتونه باشه ولی 100%. ببینید انسان اصولا تاریکی ها رو تجربه میکنه برای پی بردن به روشنایی ها. اعتیاد نوعی ظلماته و خارج شدن از اون روشنایی نوره و یخرجهم الی الظلمات الی النور. پس وقتی که عینیت آیه وجود داره، اعتیاد جزئی از ظلمات تاریکی. پس قطعا حالا هر کسی طرفی این رفت چیز دیگه ولی میره تجربه میکنه. حالا هر کدوم از ما به نوعی، ولی اعتیاد اوج ظلماته. مثلا تو میری اعتیادت، مثلا حالا یکی از چیزایی که هست تجربه میکنی یه شب دروغ گفتم، من یه شب دروغ گفتم تا صبح خوابم نبود، صبح رفتم راستشو گفتم. من رفتم دروغ گفتم، زرنگی حساب کردم، به نکردم ازش استفاده کنم تا جایی که دروغ گفتم اگه تو نمیپذیرفتی با درگیرم میشدم و دعوا میکردیم که دروغ من راست بگیری. این اوج اعتیاد، اوج ظلمات. و تنها چیزی که توی این اوج ظلمات میتونه من آروم کنه یه چیزی که از بیرونی آرامش به من بده، اگه نه من قابل کنترل نیستم. این که مواد مخدر آیا میتونه جلو شرارت بگیره زمانیه که تو این ظلمات رفته تجربه کردی و آرامش درت نیست و این میتونه آرامش مثلا از بیرون آرامت کنه، در صورتی که آرامش باید از درون اتفاق بیفته. این مقطعی میتونه تو رو آروم کنه، از این مقطعی به بعد دیگه آرامشی در کار نیست. واسه برای کسایی که این ویدیو رو تماشا میکنن، خصوصا جوانایی که در ابتدای جوانیشونه و شاید بخوام برن این مواد تجربه کنن و در ابتدای این تجربه خیلی براشون شیرینه، خیلی جذابه، حتی شاید بعضیشون بگن فکرمون رو باز میکنه و ذهنمون اونقدر عالی میشه که مثلا بخوام درسی بخونیم، امتحانی بریم، جایی بریم، یه مسافرتی بریم، با این مواد واقعا خوش میگذره بهمون و عالیه. و چرا مثلا بله و حقیقتا اینه چجوری بگرشون تعریف کرد که موادی که اینقدر تو شیرینش میدونی و عالیش میدونی اینقدر مخربه ولی چیزی به نظرش نمیاد، میگه که خیلی عالیه، زندگی من باشه در این مواد من دیگه هیچی نمیخوام. متاسفانه تو فرهنگی ما این فرهنگ سازی نشده. شد؟ چرا؟ چون من اومدم میگم آقا مواد مخدر بده. دست که من میرم مصرف بکنم اوجی لذت میبینم. چجوریه بخش شد؟ این تضاد داره. من مصرف یه نکنه به من دروغ گفتم. من یه چیزی رو باور میکنم که تو نمیتونی باور کنی. مواد مخدر به من باور میده که من میتونم آرومت کنم، میتونم تمرکز بدم، میتونم ذهنت باز کنم، میتونم جهانبینیت باز کنم، انرژی صراحتاً رو ابر و تو بلندی پرواز. درسته.
شد خب و من اینو باور میکنم دقیقاً و چقدر سخت این باور شکنی. درود بر شما. خب اینجا چه کرد حقیقتا ما تو همه جمعون ما احتمالی خطر بر شما هست. من یه زمان به شخص سوالاتی که ما پرسید یکی سوالاش این بود که آقای سنی آیا جامعه ما بعد از این نسلی که تموم شد اعتیاد درشون تموم میشه؟ گفتم خب شما یه سر به پارکا بزنید، جلوی هر گروه قلیون دیدین بدون طول و همین گروه اعتیاده. شما از قلیون شروع کردن، یکی از سیگار شروع کرد، بعد سیگار میرسه چون قلیون اول کسی پیچی حساب میکنه دیگه گیرش میگه بده منم یه تو پوینت بزنم. یا مثلا به شکه بودیم همسکه سرچه برم داشتم بودم رفتیم بله اون سر منشهش بود اون ابتداست. چرا چون بعدش بهم لذت داد. با دوچه آشنا شدی دیگه سیگار دنبالش میاد دیگه این شجاعت این که گلاب نمیدونم استفاده حالا زمانی که خیلی اون میاد ته اعتیاده، ته اعتیاده یعنی کسی که رفت با مشروب گفت من میخوام تمرکز دور کنم یا حال خوبیشی پیدا کنم، ته اعتیادش معتاد شده. از اینجا به بعد الان نیازه برای احتیاجه، اعتیاد به احتیاج رسیده. چقدر زمان میبره؟ برای هر کسی متفاوته. برای من 4 سال طول کشید که از زمانی که قیدون شروع کردم تا زمانی که مواد مصرف کردم و شدم تکلیفی 4 سال طول کشید. شد نیاز. خب آیا مثلا یه شخصی این گفتار رو بشنم بگه خب من سری 4 سال که دارم عشق میکنم باش حال میکنم بعدم سری 4 سال میذارمش کنار، اون موقع که تخریبش شروع میشه و به احتیاج میفتم میذارمش کنار؟ نمیتونی. گفتم تو ترکم همین اتفاق افتاد. میگم پس من گذاشتمش راحت کنار، پس نه همه چی ارتت میگم ما هر وقت نخواستم میذارم من سیستم بدنی با همه فرق کنه. من هر وقت بخوام مصرف نیمه کنم. ولی این باوری که من نسبت به خودم دارم ولی اعتیاد پشتش خیلی قوی تر از این حرف هست. و کسی نداشتیم که مثلا حالشو ببره بعد اون تخریبش بذاردش کنار بگه دیگه من حالشو بردم حالا دیگه داره اون حالی منو میگیره. خب ما میرسیم اون موقع این تخریب دارن چون یه جا میبینی خشمش نشون میده، یه جا میبینی ناملایمتی رو نشون میده، یعنی اون مواد داره درد اون کار خودش داره میکنه بدون اینکه متوجه بشه. پنهانه. اون که رفته به قول خود مثلا دوره نامزدیش رو طی کرده سال به قول خودش روسیت رفتم اشغالش کردم گذاشتن، نه اون تو دوران خودش داره کار خودش انجام میده. مثل ویروس میمونه، قابل شناسایی نیست، تو همجنس میشه. اصلا چجوریه که مواد اینقدر اهمیت پیدا میکنه که طرف ممکنه که متوجه وضعیت خانواده‌اش نشه، یه وقت خدا نکرده ناموسش دچار مخاطره بشه، فرزندش و دنبال این مواد میره، انگار پدر و مادر دیگه نمیشناسه، زندگی دچار آسیب میکنه و اصلا انگار نمیبیند این دنیا و این جهان. چجوریه؟ بعدم به یه وظیفه‌ای داشته که وقتی که من یه عملی صالح انجام میدم من پاداش بده. خب و من پاداشی بدن برام کمه، میخوام یه چیزی باشه که هر وقت دلم خواست شاد باشم، به خودم پاداش بدم. میام از مواد مخدر استفاده میکنم تا جایی که مواد مخدر یه پرده بین من و جهان هستی میکشه، حجاب میشه، نمیبینم دیگه نمیبینم. فرشم فروختم نمیبینم تو فرش. من زنم میاد گریه میکنه بلند میشم میزنمش، درگیر میشم باش. چرا؟ چون دشمنی منه، به من میگه نباید مصرف نکن. چرا نباید مصرف کنه؟ بچه من میتونه من گریه میکنه میگه بابا این سر رو بستم مدرسه نه من بلند میشم بچه خودم میزنم. چرا؟ چون این پرده یه نمیذاره ببینم چه اتفاقاتی داره برای اینه میفته. برای ما یکی از شیرین ترین خاطرات دنیا یکی مایر بودیم و میدونیم که مناسبت داره، یکی از تلخ ترین خاطراتی که توی این انجمن به دست آوردیم و برای عزیزانمون بگیم که اونا بهره‌مند بشن. تلخ ترینش رو بگم تا بعد به شیرینیش برسیم. من زمانی که درمان شدم بی‌نیازی گرفتم، تو پارک با یه نفر برخورد کردم. خب رو حسی دلسوزی که داشتیم پیامی به این بدیم،
رفتم میگفتم چرا نمیای درمون بشی؟ چرا فلان نمیای بشی؟ خب به نظر زندگی ما برای تعریف کنم آشنا نه همینطوری گذره. ما مصرف کننده ما تو خرده بدونه که همون بشناسیم زود با هم دیگه آشنا میشیم. شما ترک کرده بودید؟ من درمان شده بودم، درمان ترک نکرده ولی انجامنه هم نزده بود؟ نه ما رفته بودیم حالا مکان دیگه ای که جلسه بود و من جلسه که تموم شد اومدم رفتم تو پارک و یکی از کارتون خوابایی که اونجا بود آشنا شده بود، چیز ما هم صحبت کردیم، با هم سیگار رد و بدل کردیم. یه 5 دقیقه که نشستم با هم صحبت کردیم که من اینجوری بودم، وضعیت خودم براش تعریف کردم تا من زندگیم اینجوری شد، به کجا رسیدم، ته خطم چی شد، کارتون خوابیم چجوری بود و من زندگی تو رو تجربه کردم. این کلمه حرف بزن واقعا زندگی من تو تجربه کرده و من بس راحت گفتم آره من کارتون خواب بودم. گفت دلیلش هم میدونی که چرا کارتون خوابم؟ گفتم نه. گفت من یه زمانی خمار بودم، یه دختر 8 ساله داشتم، بخواستم در خونه ساقی هیچی نداشتم. تو ذهنم گفتم خب من به ساقی میام دخترم اینجا باشه، مواد ازش میگیرم، مصرف میکنم، میرم پول میگیرم، میام دخترم. پیشنهاد خودش بوده؟ عملا نه، ولی خب اون پیشنهاد بهش شده و این پذیرفته که این باشه دختر من اینجا باشه، من برم مواد بگیرم میام. این مواد میگیره میره مصرف میکنه بره دنبال پول. 2 ساعت بعدش برمیگرده و هیچ اثری از اون دختر یه وجود به ساقی میگه نه من تو خودش اینجا ول کرد رفت، اصلا تو خونه نیومده و اصلا اون ساقی گردن نگرفته که همچین اتفاقی افتاده. تو بعد شکایت ها با اینام که رفتم از دختر تو نیومده. بعد پیدا شد؟ نه اصلا یا نه به خاطر اون زندگی زن شوهرزن پاشیده شد، خانمش تو تیمارستان و خودش کارتون تو پاریا. اثرات اعتیاد تهش اینه، تلخیش. حالا این یکم رو بگم من با چه وضعی بیام در باشه، با چه امیدی؟ تو خودت مثل من دونستی ولی زندگی مثل من نبود و شاید بگم اون لحظه چون منم دختر داشتم اون لحظه نمیدونی چقدر تلخ بود برام. گفتم این اتفاق شاید خراب برام میفته و اگر اون مدد الهیه، اون لطف الهی نبود از کجا من که این اتفاق برام نمیافتاد. این خیلی یعنی به راحتی نمیتونم بیان کنم، چیزیه که به خاطرش وایسادم که یه وقتی یه خانواده دیگه یکی دیگه مثل من مثل اون این لحظه رو تجربه نکنه. یعنی مسئولیتی که برای خودتون قائل شدید از این الهام گرفته شد. چون میگم من خودم دختر داشتم و زمانی که دخترم گوشواراشو در بردم فروختم و اون زمان گریه کرده و گریه خوابید که الان بعد چندین سال گوشوار 2 جفت خریدم، 3 جفت خریدم گوشش نیمه کنه. اون لحظه یادم میاد که چه تخریبی چه اتفاقاتی افتاده. الان هر کاری میکنم دخترم گوشوار گوشش نیمه کنه، میبرمش بهتری گوشوار رو میپسنده براش میخرم یا هست که میزنم چیزی برم کنه عشق بریزه در میارم. بعد اون دخترش دیگه ندید. الان 20 ساله میگه من دارم دنبال دخترم میگردم. یه عمره. حتما باید من نوجوان من جوان همچین صحنه تجربه کنم؟ واقعا به این تلخی میارزه؟ واقعیت دیگه، ما با واقعیت خیلی نمیتونیم واقعیت. بعد لحظه های شیرینی هم داشتیم. جدا شیرینیش هم میگم. یه شخصی آوردن اینجا خانواده، پدر، مادر، تو رو خدا یه جوری با این صحبت کن، میزنه، میشکنه، خورد بکنه، بابا رو زده، مادر رو زده، بچه رو زده، زن رو زده. هرچی که میمه انگار یادم روانی آورده بودن. و زمانی که این درمان شد و رفت سر کار و زندگیشو برگردوند، مادرم گفت انگار من از جهنم به بهشت رسیدم.
اون اشک شوق خیلی میارزید برام. توی انجمن خیلی اشک این اشک شوق میارزید به تمام اون سختیه که کشیده شده. شیده کی میخواد مهراز ببینه؟ مهراز بالاتر از این. اشک شوق پدر رو دیدم، اشک شوق فرزند دیدم، اشک شوق مادر رو دیدم، اشک شوق همسر رو دیدم. اون اشک میارزه، خیلی شیرینه. اون تلخیه داشت، شیرینی هم داشت. خدا رو شکر حسینی از اینکه به هر حال به انجمن دایر کردیم و انشاءالله که بهره‌های بسیار زیادی از این انجمن نثار افرادی که اینجا میان مراجعه میکنن بشه و خیلی از دردها تسکین پیدا کنه. این جامعه که به هر حال نیاز به تسکین و آرامش بسیار زیاده. ممنونم ازتون. خواهش میکنم که هنوز وظیفه بود خیلی نکرده چون که بتونن یکی این پیام از ما بگیره درمان شه ما از شما گرفتیم. تشکر. خواهش میکنم.